خب استاد هندی رو میبینیم که صورت نشسته اومده میخواد این میله شکسته رو درستش بکنه. میگه اینجوری جوش نزنید، این فقط بالاش رو میگیره. برای قطعاتی که عمق دارن و قطر خیلی زیادی دارن نباید این شکلی جوش زد. با هوابرش اون رو میبره، یک شکل مخروطی ایجاد میکنه. حالا چرا مخروطی متوجه میشید. با سنگ فرز سرش رو صاف میکنه، مثل مداد قشنگ تیزش میکنه. آماده سرها رو به هم نزدیک میکنه، با متر اندازه میزنه که یه وقت کوتاه بلند نشه، چون مشخصه باید تو جایی فرو بره. دوباره سعی میکنه با خطکش سنتر بکنه، صافش بکنه. و این همه ابزار دقیق نمیتونیم این کارا رو بکنیم. شروع میکنه به جوش زدن. خیلی مهمه که این جوشی که میزنی لایه لایه باشه، هر لایه رو با سنگ فرز بتراشی، کرم خوردگی، هوا گرفتگی توش وجود نداشته باشه. و بعد هم با سنگ فرز پرداخت نهایی رو انجام میده. بعدم با پوست آدامس، بله اینجا با پوست آدامس برمیداره و اینو رنگش میکنه. چون از قبل خیلی تمیز نبود، الان هم کسی انتظار تمیز شدن نداره.